қироати шоҳасари аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон. таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 104. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش‌گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. حیات تاجیکان در امارت بخارا و دولت خانی خوقند از میانه‌های عصر 18 تا میانه‌های عصر 19. چه نوعی که از مثالهای آورده شده عیان می گردد، حرکت‌های خلقی آن دوره اساساً خصوصیت اگرری داشتند. ضمناً دهقانان تاجیک و ازبک اکثراً با قوم‌های کوچی و نیم کوچی ازبک، قرغیز و قزاق یک جایه عمل می نمودند. منفیت‌های صنفی و مبارزه یک جایه طبقاتی بر ضد ظالمان عمومی مانعه‌های طایفوی و نژادی را شکسته مهنتکشان را با هم متحد می ساخت. در برابر شور و آشوب‌های اهالی دهات شورش‌های شهریان نیز به عمل می آمدند. جنبش‌های هم دهات و هم شهر به طور استخوانی و غیر متشکل سر می زدند و دوام می کردند. اما در شورش‌های شهریان گاه عنصرهای متشکلی پدیدار می گردیدند. همه شورش‌ها خصوصیتی محلی داشته تمام خاک دولت خانی را فرا نمی گرفتند و از این رو قسم اساسی اهالی مملکت از مبارزه فعالانه در کنار می ماند که این حالت به حکومت برای فرو نشاندن این و یا آن آشوب خلق امکانی مساعد فراهم می آورد. ایدئولوژی حرکت‌های خلقی آن دور به ما کم معلوم است. عادتاً شورشگران در نزد خود مقصد می گذاشتند که و برهم دادن سوء استعمال و ناانصافی‌های از حد زیادی نمایندگان حاکمیت دولتی از سر کار دور کردن عملداران و حاکمان جداگانه، بهتر کردن احوال مادی و غیره موفق شوند. از این بیشتر مقصد و وظیفه نمی گذاشتند. عقب ماندگی شعور صنفی خاص آن زمان در این ساحه نیز واضح و روشن ظهور می کرد. مناسبت‌های اقتصادی بین آسیای میانه و روسیه، تدقیق آسیای میانه از طرف آلمان روس. سال 1781 مترجم بیکچورین به صفت سفیر حکومت روسیه پادشاهی به بخارا فرستاده شد. وظیفه اساسی سفارت معین کردن امکانات انکشاف تجارت روسیه و بخارا و به واسطه روسیه کشاندن مالهای بخارا، اینچنین حل مسئله های سیاسی بود. در نوبت خود بخارایی ها التماس می کردند که برای آزادانه تجارت کردن در تمام خاک روسیه به آنها اجازت دهند. عموما چنان‌ای که بوناکوف خاطر نشان می کند، از 10 ساله های آخری عصر 18 آسیای میانه اولین بار در سیاست خارجی حکومت روسیه موقعی جدی مستقل را اشغال می نماید. ضمناً مقصد و مرام تجارت در اینجا قریب در نوبت اول گذاشته می شد. از سال 1796 صادرات مالها از امارت بخارا بر روسیه از 379 تا 485 هزار سوم، واردات از 341 تا 421 هزار سوم افزایش یافت. ولی در سال 1801 صادرات مالهای بخارا بر روسیه
به مبلغ 732,000 سوم رسید. در عین زمان قسمت اساسی آن را بیش از 545,000 سوم مصنوعات نخی و پخته، سپس قسمتی دیگر را 102,000 سوم چرم و بقیه آن را پوست قراکوری، ریشه ریواج و سایر کالاها تشکیل می کردند. به این طریقه در ترکیب مالهای صادرات آسیای میانه نخی پخته، گزوارهای نخی و خود پخته موقع برتری را داشت و ضمناً 90% این گروه کالا را ریسمان تشکیل می داد. در این بابت مشاهده پالکوونیک ستروکوف خیلی جالب دقت است که سال 1810 در خصوص تجارت روسیه و آسیای میانه نوشته بود: روسیه که در استحصالات خود نخی پخته ندارد، اینچنین ضرورت مهم را به مقدار زیادی هم در حالت پخته طبیعی و هم 3 نوع رشته از آسیا دریافت می نماید. علاوه بر استفاده بس مفید در چراغان، آن را در فابریکه های روس برای تهیه متاعهای گوناگون نوع به کار می برند. برابر این هر نوع گزوارهای از آسیا وارد شونده را هر دو جنسی مردم عامی با دلخوشی تمام استفاده می کنند، زیرا وی نرم و بداشت است و از این رو متاع زغیر پایگی را که دولت برای تأمین ارمیه به وی احتیاجات بغایت بزرگی دارد اکثراً با آن عوض می کنند. سال 1801 از بخارا به روسیه با مبلغ 732,000 سوم مال صادر گردیده، مالی از روسیه به بخارا وارد شده از این مبلغ 1.5 برابر کمتر بود. مهمترین قسمت مالهای وارداتی را چروانهای طلا 40%، ماخوت و دیگر متاعها 21%، قلمفور، قرمز، موینه و امثال اینها تشکیل می دادند. در سال 1813 گماشته بریتانیا میر عزت الله مجبور شد اعتراف نماید. تجارت با روسیه برای بخارا تجارت اساسی است. هر سال از روسیه یک کاروانی عبارت از 4-5 هزار شتر می آمد و همین قدر یک کاروان به روسیه می رفت. در نیمه اولی عصر 19 تنزل خواجگی فیودالی کریپوسنایی شدت یافته، مناسبت‌های کپیتالیستی وسعت پیدا می‌کنند. کارگاه‌های خردی کاسبی بیش از پیش جای خود را به منوفکتورهای کپیتالیستی و سپس به استحصالات فابریکی سرمایه‌داران می‌دهند. از سال 1804 تا سال 1860 مقدار کارخانه‌های صناعتی از 2402 به 15338 رسیده، مقدار کارگران مطابقاً از 95 از 12000 تا 565 از 11000 کس افزود. مخصوصاً صناعت بافندگی که در نیمه دوم سالهای 20 و نیمه اولی سالهای 30 عصر 19 تقریباً 70% صناعت مصنوعات برآورنده روس را تشکیل می کرد، خیلی ترقی نمود. فقط در ظرف 7 سال از سال 1825 تا سال 1832 عدد دستگاه بافندگی 2 مرتبه زیاد شد. البته ما برای تفصیل دادن انکشاف اقتصادیات روسیه امکان نداریم و به این حاجت هم نیست، زیرا این مسئله در تحقیقات زیادی موردی بررسی قرار گرفته است. ما اینجا فقط در بعض جهت‌های اساسی آن توقف می نماییم. صناعتی به ترقی رونهاده روسیه به بازار احتیاج داشت. این را بسیار اربابان آن وقت به خوبی درک می نمودند. در سال 1835 نیبالسین این ادعا را خیلی واضح و روشن بیان کرده بود.
از آن وقتی که فروش مالهای منوفکتوری ما در بین مردمان آسیای میانه برونق درآمد، این تجارت برای صناعت داخلی ما اهمیتی مخصوص پیدا نمود. چنان که لینین خاطر نشان کرده است، کپیتالیسم بی پیوسته وسیع کردن دایره حکمرانی خود، بی کلانیزاسیون مملکت‌های نو زندگی و ترقی کرده نمی‌تواند. و باز برای فابریکانت ها بازار فوراً در کار است و اگر قفاماندگی طرفهای دیگری خواجگی خلق بازار را در ریانی کهنه تنگتر می کرده باشد، در این صورت آنها بازار را در ریانی دیگر یا در مملکت‌های دیگر جستجو خواهند کرد. محض همین و این چنین ضرورتی به دست آوردن مواد خام آسیا سببگاری اساسی وسعت یافتن حجم رابطه های اقتصادی روسیه با آسیای میانه بود. به این وجه محدودیت های از روسیه به کشورهای آسیا صادر کردن طلا، فلزات سیاه و رنگه، مصنوعات فلزی به استثنای اسلحه و غله از بین برداشته شدند. به تاجران هر سه درجه برای سودا کردن با آسیای میانه و به شخصان هر زمره برای داد و گرفت مبادلگی اجازت داده شد. این و دیگر تدبیرها برونق تجارت شرایط مساعد فراهم آوردند. کالاهای روسیه حتی به افغانستان، قاشقر و سایر ناحیه‌های مشرق زمین نیز راه یافتند. اما از خطر ایمن نبودن راه‌های کاروانگر و ترقی تجارت مانعی سختی گردیده بود. اکثر وقت کاروان تاجران، خصوصا آنهایی که از روسیه راهی می شدند، به حمله و غارت راهزنان دچار می گردید. کاروانها را همراهی کردن دسته محافظ هم کمک رسانیدن نمی توانست. مثلا کاروانی پرشمار و پرباری تاجرانی که سالهای 1824 1825 به بخارا حرکت می کرد، با وجود محافظتی دسته مسلح از طرف راهزنان طلب و تاراج کرده شد. از مواد خام آسیای میانه مخصوصاً پخته اهمیتی کلانی پیدا کرده بود. صناعت بافندگی روسیه مقداری تارفت بیشتری آن را طلب می نمود. این است که کشاندن پخته متصل می افزاید. از آغاز عصر 19 از آسیای میانه هر سال قریب 1000 پود پخته به روسیه کشانده شد. مقدار آن در سال 1818 به بیش از 10,000 پود، در سال 1836 به 38.5 پود و در سال 1858 به زیاده از 180,000 پود رسید. یعنی در دوام نیم عصر 18 برابر افزایش یافت. در نوبت خود آسیای میانه هم از تجارت با روسیه خیلی منفعت دار بود. بسیار محصولات مهم از قبیل چویان، آهن، میس، مصنوعات فلزی، مس از روسیه وارد می گردید. از تنگه کیسه شهریان سر کرده تا توپ همه از فلزات روس ساخته می شد. نیبالسین نوشته بود: ما به آسیای میانه چنین مالها را می فرستیم که در تمام توران چیزهایی از همه ضروری و مورد مصرف عمومی اهالی محسوب می یابند. طلا، نقره، میس، چویان، آهن، هر گونه مصنوعات فلزی، پوست، رنگ، شکر، ماهود، چیت و متاعهای گوناگون پختگی و ابریشمی به آنجا از ما می روند. آسیای میانه فلزات، چرم، ماهود و چیت بر این مالهای ما را محال است که با همین نرخ از یگان کشوری دیگر گرفته تواند. موافق مدرک های آورده همین مؤلف، فقط در ظرف 10 ساله 1840 1850 تنها با راه ارینبورگ از روسیه به دولت‌های خانی آسیای میانه تقریباً 40,000 پود میس
بیش از 400,000 پود آهن، 75,000 پود چوین، 25,000 پود فولاد به مقداری زیادی سکه های طلا و نقره کشانده شده. باید گفت که این مقدار از استخراج فلزات محلی بیشتر بود. برای عامه وسیع اهالی آسیای میانه مخصوصاً وارد نمودن متاع اهمیت کلان داشت. از این رو وی در بین مالهای به این کشور صادر کننده روسیه جای اول را اشغال می نمود. عموماً تجارت آسیای میانه و روسیه صرف نظر از بعضی لحظه های به ممانعت دچار شدن و حتی پس رفتن بیش از پیش رواج می گرفت. در نتیجه توسعه طلبی تجارتی انگلیا و دشواری هایی که سالهای 30 و 40 در ساحه سودا به میان آمدند، صادرات روسیه به دولت خانی خیلی پست فرآمده نسبت به واردات 1.5-2 برابر کم گردید. ولی از آخری سالهای 50 و 60 تجارت روسیه و آسیای میانه دوباره جان گرفته با سرعت پیش رفت. به سبب سرزدن جنگ‌های داخلی در امریکا از آنجا به روسیه وارد نمودن پخته نهایت درجه کم شد و این در نوبت خود نرخ پخته را در روسیه خیلی بالا برآورد. درباره وسعت آن وقته مناسبت‌های تجارتی روسیه و آسیای میانه چنین دلیل گواهی می‌دهد که در آسیای میانه محض در همان وقت مساحت کشتزاری پخته چندین برابر افزایش می‌یابد. پس از 1 سال آغاز جنگ داخلی امریکا یعنی سال 1862 از آسیای میانه کشاندن پخته قریب 3 برابر زیاد می شود. چنانکه در بالا تأکید یافت، به انکشاف تجارت روسیه و آسیای میانه هر دو طرف هم منفعت دار بودند. ولی از آن نباید صرف نظر کرد که در تجارت خارجی روسیه حصه واردات آسیای میانه حتی در دوره اوج خود نیز فقط 2-3% حجم عمومی صادرات دولت روس را تشکیل می نمود، در صورتی که قسم اساسی مالهای صادراتی آسیای میانه به روسیه فرستاده می شد. این حالت را در واردات آسیای میانه هم می توان مشاهده کرد. قسم زیادی مالهای وارداتی از روسیه می آمد. دولت‌های آسیای میانه خیلی پیشتر از همراه شدن به روسیه تحت نفوذ اقتصادی دولت روس قرار گرفته بودند. منفعت داری هم روسیه و هم دولت‌های خانی آسیای میانه را نسبت به انکشاف مناسبت‌های طرفین عامل‌ها، نه اینکه عامل‌های سیاسی، در سعی و کوشش‌های از نیمه دوم عصر 19 به ظهور آمده حکومت پادشاهی در بابت تماماً به زیر نظارت خود درآوردن آسیای میانه و به این وسیله از استیلای انگلیا، خطرناکترین حریف امپریای روسیه، ایمن نگاه داشتن آن رولی خیلی مهم بازیده. این را باید مخصوص تأکید کرد، زیرا بعضی مؤلفان هنگام تحقیق انگیزه های اساسی عملیات پترزبورگ در شرق به جهت های اقتصادی اهمیتی لازما نمی دهند. مناسبت های ثمره بخش تجارتی امارت بخارا، دولت خانی خیوه و خوقند از یک طرف و روسیه از طرف دیگر در زمینه فعالیت جدی دیپلماتی این کشورها بیش از پیش رونق می یافتند. در ظرف تمام نیمه اول عصر 19 آنها سفارت و نمایندگی های خود را مبادله کرده به حل مسئله های از نظر این و یا آن دولت خیلی مهم موفق می گردیدند. یکی از همین قبیل مسئله ها همان مبادله مال و تمام معماهای به آن علاقمند به شمار می رفت. سفیرانی که از آسیای میانه به روسیه فرستاده می شدند، علل خصوص سفیران امارت بخارا،
کوشش می کردند باج‌های به مال‌های هموطنانشان انداخته شده را کم کنند. برای به آسیای میانه صادر کردن مصنوعات ممنوع، طلا و تنگه که هر وقت کشاندن آنها منع می شد اجازت گیرند. آنها بعضا التماس می نمودند که برای تاجران این و یا آن دولت خانی در یرمرکه های روسیه جای دهند و با اصرار درخواست می کردند که برای در شهرهای گوناگون امپریای روسیه نه اینکه فقط در محلی مخصوص تعیین شده خرید و فروش کردن تاجران آسیای میانه امکان داده شود. حکومت پادشاهی در نوبت خود به وسعت رابطه های اقتصادی و بهتر شدن شرایط تجارت سوداگران روس هوسمند بود و چنین می انگاشت که به این وسیله نفوذ سیاسی خود را در آسیای میانه می تواند به آسانی پهن و استوار نماید. و در نزد سفیران خود که به دولت‌های خانی رهسپار می شدند وظیفه تدقیق این دولت‌ها و آزاد کردن رعیه‌های در این سرزمین مثل غلامان زندگی کننده روسیه را نیز می‌گذاشت. موقع دشمنانه دولت خانی خیوه مدتی چندین سال نیمه اول عصر 19 پتربورگ را به تشویش می‌انداخت. وی به مقصدی تحت نظارت خود قرار دادن تجارت روسیه و آسیای میانه از موقع جغرافی خود استفاده بردنی می شد. خان خیوه برای کاروان دسته های مسلح فرستاده از تاجران بناحق باج می ستاند و در صورت اعتراض کردنشان آنها را غارت می نمود. اکثر وقت بعد قانع کردن طلب این دسته ها نیست کاروان از تاراج ایمن نمی ماند. غیر از این خیوه به بسیار قوم و قبیله های قزاق که کیها تابعیت روسیه را قبول کرده بودند دعوای حکمرانی داشت. قصه کوتاه موضوع گفت و شنیدهای دیپلماتی خیلی بسیار بود. علاوه بر این هرگاه حکمرانان دولت‌های خانی برای کافت و کاوی ثروت‌های زیر زمینی از حکومت پادشاهی فرستادن انجینیران و تکنیک‌های معدنشناس را خواهش می‌نمودند. همین طریقه در آخر عصر 18 عملدار ساحه معدن برنشوف همراه بیزناسیکوف به بخارا آمد. تیلیاتنیکوف با همان بیزناسیکوف و بعدتر برنشوف و پاسپیلوف به تاشکند که چند وقت مستقل گردیده بود سفر کردند. در وقت سفر آخران کافتوکاوهای گیالاگی طبیعی در شرایط آن وقت 1 درجه سطحی انجام داده به حاکم تاشکند یونس خواجه راجع به آن منبع‌های طبیعی که او امیدواری داشت بعضی مدرک‌ها پیشنهاد کرده شد. در نوبت خود سفیران بخارا دیوان بیگی عظیم جان مومن جانف سالهای 1815 و 1819 و قورچی باشی میرزا محمد یوسف سال 1816 به پتربورگ رفتند. میسیه دیپلماتی نیگری سالهای 1820 1821 که به هیئت آن طبیعت شناس ایورسمن کاپیتان شتاب گنرالی میندورف و دیگران داخل بودند به امارت تشریف جوابی آورد. هرچند بستن یگان خیل شرطنامه تنظیم کننده مناسبت‌های روسیه و بخارا که به آن همیشه حکومت پادشاهی سعی می‌کرد میسر نگردید، سفری نیگری به امارت در انکشاف مناسبت‌های بین امپریای روسیه و بخارا و در بابت با هم شناسا شدن این دو دولت با اعتبار یک مرحله نو اهمیت پیدا نمود. مبادله نمایندگان مختلف در بین روسیه و دولت خانی خوقند نیز دارای چنین اهمیت بود. از آنچه که در تاریخ هر دو دولت نقش گذاشته است پیش از همه به وادی فرغانه سفر کردن نظرف سالهای 1813 1814 و پتانین را سالهای 1829 1830 که علم را
با معلوماتی راجع به محلی نامشهور غنی گردانیدند باید خاطر نشان نمود. در سالهای 1823 1829 سفیران خان خوقند محمد علی خان، ترسون خواجه نیزه حاجینف و حاجی میر قربان محمد قاسیمف اول به اومسک و سپس به پیتربورگ فرستاده شدند. حیات تاجیکان در امارت بخارا و دولت خانی خوقند از میانه‌های عصر 18 تا میانه‌های عصر 19. توسعه طلبی بریتانیا در آسیای میانه و رقابت انگلیا و روسیه. انکشاف مناسبت‌های متقابله تجارتی و سیاسی بین روسیه و دولت‌های آسیای میانه از ابتدای عصر 19 با مداخله قوه سوم به مشکلات رو نهاد. به قدری که امپریای بریتانیا موقع خود را در هندوستان ضبط کردهش مستحکم نموده تا رفت به طرف شمال پیش می رفت، حکومت پادشاهی را بیمی از دست رفتن موقع‌هایی در آسیای میانه پیدا کردهش فرا می گرفت. ملک‌های مستملکوی انگلیا در آسیا با بخارا، خیوه یا خوقند هم حدود نبودند، ولی حکومت لندن سعی می کرد که افغانستان را به میدان عملیات تجاوزکارانه ضد این دولت‌های خانی و پایگاه توسعه طلبی اقتصادی خود تبدیل دهد. انگلز تأکید می نماید موقع جغرافی افغانستان و خصلتی به خود خاص مردم آن به این مملکت در کار و بار آسیای مرکزی چنان اهمیت سیاسی بخشیده است که به آن بهای برزیاد دادن محال است. در ظرف تمام عصر 19 و ابتدای عصر 20 به مردم دلیر افغان لازم آمد که بهر استقلالیت خود ضد اسارتگران انگلیس سخت مبارزه برد. حکومت و برجوازی بریتانیا همانا در آرزوی وسعت دادن ملک‌های مستملکوی و به دست آوردن بازارهای نو بودند. با این نیت آنها به آسیای میانه هر گونه جاسوسان را می‌فرستادند. وظیفه جاسوسی را هم مسلمانانی در مکتب‌های مخصوصی ملک‌های بریتانی هندوستان تحصیل دیده و هم انگلیس‌های گاه و مقام بلند اداری را اشغال کرده به جا می آوردند. اکثر وقت این جاسوسان به قیافه تاجر، زائر و سیاح کنجکاو در آمده عملاً به دسیسه‌کاری های سیاسی مشغول می شدند و برای به طرف انگلیا مایل ساختن دایره های حکمرانی دولت های آسیای میانه به یکی این آن و به دیگری وعده کمک حربی یا سیاسی می دادند و در عین زمان آنها را متصل به مقابل روسیه تحریک می نمودند. در سالهای 1812 1813 به آسیای میانه از بین مسلمانان هندو با راهبری میر عزت الله گروه جاسوسان فرستاده شد. این گروه معلومات حربی، استراتژی و تجارتی جمع می کرد و این چنین مذاکرات سیاسی به عمل می آورد. در نیمه اولی سالهای 20 فعالیت میسیه‌ای مورکرافت و تریبک به وقوع پیوست که هدف اساسی آن امارت بخارا بود. در ابتدای سالهای 30 جاسوس مشهور بریتانی الکساندر بریس به آسیای میانه آمده به تحقیق امارت بخارا و مسئله های حربی و تجارتی مشغول شد. شما گفتاری 104 رو از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجامقуловхон، کارگردان شیرالی نغزلی.